چگونه با هوش مصنوعی ماین کرافت بازی کنیم؟ این کار بسیار آسان می باشد. شما کافی است اسم آلترا AI را سرچ کنید و اولین وبسایت را انتخاب کنید. حالا شما به یک حساب کاربری نیاز دارید. می توانید با دو روش وارد شوید: حساب دیسکورد خود یا حساب گوگل خود. من حساب گوگل را انتخاب می کنم. یکم صبر می کنیم. حالا که وارد شدیم، می توانیم یک شخصیت را انتخاب کنیم. من ایلان را انتخاب می کنم. حالا استارت را می زنیم. اینجا از ما می خواهد که پورت ماین کرافت خود را بدهیم و یکی از این نسخه های ماین کرافت را نصب داشته باشیم. همچنین باید لانچر اونها را نصب کنیم. من لانچر را نصب دارم، پس نیازی ندارم بهش. هم اکنون به شما نشان می دهم که چگونه پورت ماین کرافت را بهش بدید. یک دنیا ماین کرافت درست کنید و پانلند را انتخاب کنید. اینجا می توانید یک شماره وارد کنید. من یک را وارد می کنم. حالا همان شماره را اینجا وارد می کنیم. هم اکنون از ما می خواهد که لانچر را باز کنیم. یکم صبر می کنیم و بعد سرور خود را انتخاب می کنیم. این از این. همونطور می بینید هوش مصنوعی ما ایلان وارد بازی شدش. شما حتی می توانید با او چت کنید، مانند یک دوست واقعی. راستی این هوش مصنوعی تنها با زبان انگلیسی کار میکنه، ولی فکر میکنم میشه نسخه فارسی ساخت، چون قبلا یک هوش مصنوعی با زبان دیگر دیده بودم در این وبسایت. برای اطلاعات بیشتر میتونید کانال یوتیوب سازنده های این وبسایت رو دنبال کنید. خب اگر از این ویدیو خوشتون آمد، یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای دیگر ما رو از دست ندهید. خدا نگهدار.